های گایز بچه ها چه خبر ها؟ خوش اومدید بچه ها به این کلیپ. بچه ها تو این کلیپ من یه چند روزه دارم با بچه ها تصمیم گیری میکنیم که یک کم به سمت کوه بریم. حالا نه بلندترین کوه GTA یا نه یک نزدیکترین کوه. بچه تا همین یه ساعت پیش من اومده بودم اینجا داشتم کارا رو انجام میدادم. از این راه اومدم نه اینکه تو دامن کوه داشتم کار انجام داشتم گفتم بچه اومده بودم داشتم کارا رو انجام میدادم که یه دفعه مایکل و لامار زنگ زدن و گفتن آقا کار پیش اومده نمیتونیم بیایم. بچه ناراحت شدم ولی اینکه گفتم آقا نمیتونم واسه مایکل بود و مایکل لامار رو ترور کنسل کنم خوشگذرونی. بس آقا اومدیم تصمیم گرفتم که خودم برم به سیمیان کچل زنگ زدم گفتم آقا یه ماشین میخوام خوب باشه دیگه توی کوه کم نیاره. حالا دارم میرم سمتش ببینم آقا دارم میرم سمت مغازش ببینم چی هست باک خورد دوباره خدا. بچه این اینجوری نمیشد و من کلیپ میگیرم. تکبیر الله تکبیر الله خدای شکره. صدارش کردید بچه سریع برسیم داشتم سیمیون کچه بریم سمت کوه. بچه بذار آهنگ خاموش کنم صدامون باشه. بچه ها از شهر داریم خارج میشیم. این رسیدم به سمت تو. خب بریم. باید همیشه سرعت خود را کاهش دهیم تا تصادف ایجاد نشه. باجی چرا ترمز اینجا ضعیفه داداش؟ بشه ریدی تو ماشینم استغفرالله. داداش واقعا خارش داری یا ریدی تو ماشینم. من شیشم شکست همین الان خریدم خدای شکر شد. خب بچه ما داریم آروم آروم میریم سمت کوه. بتون کوه چرا زمین اینجوری شد؟ چرا ماشین رو هوا بود؟ چرا ماشین ها رو هوا؟ حاجی بازی چرا اینجوری شد؟ بچه هیچ وقت اینجوری نمیشد. میگه بومبسه یا نه؟ این سیاه چیه؟ ماشین های پرنده اورا خارشو. فرمان اصلا دست من نیست. فرمان دست من بچه اصلا بازی چی شده؟ یه داره کم خواستم برم اصلا دست من نیست کنترل ماشین. حالا دست منم خوبه اصلا در مستقیم داشتم میرفتم. بازی دوباره اندو شدم. بچه دست من نیست. سرم درد گرفت. چرا اینجوری ترمز میزنم؟ به سمت تاریکی هیچی نمیبینم. آجی کنترل ماشین دستم نیست. این ماشین من نیست داداش. ماشین تازه خریدم. نگاه کن نصف ماشین رفت. اشکال نداره مایه داریه. داداش یه دقیقه وای میستم سریع سوار ماشین شدم. نمیدونم چرا یه دفعه اینجوری شد. What is it?
من یه پرندم آرزو دارم. بچه آروم بریم، اگه یه دفعه کنترل ماشین از دستم خارج بتونم کنترلش کنم. مرض هم افغانی بیا پایین، بیا پایین مرتی که بوز احمد، بیا پایین. مرتی که بوزه حماله، بیا اینجا ببینم خوشگل پسر. به رابرت میگم بیاد اینجا باد. داشت یه دقیقه باش خانم یه دقیقه. تو قدت کوتاه چطوری داری راننده؟ تو یه دقیقه وایسا، جلوی زنت هیچی نمیگه پررو شدی. آج خانم شوهرت فوت کرد، انشالله 7 و 40 میاد. قرآنت خدا چکر. هوا قرمز است. من چرا دارم میخوام کسکو بازی دارم؟ زمین چرا اینجوری شد؟ خدا اصلا هیچ وقت اینجوری نشده بود بازی. کیو قسم بخورم؟ رید اوسکی بابا اوسکی چاکریم. کنترل راشی دستم نیست. داشت دوباره سرم میخورد اینجا. اصلا کنترل ماشین دست من نیست داداش. کیا قسم بخورم کنترل ماشین دستم نیست. من گاز نمیدم. مثلا آهنگ نزدم. صدای بدی میاد. صدای بدی میاد. در سمت تو هم دلم بارم. نمیدونم چرا کنترل ماشین یه دفعه دستم خارج میشه. رابرت من از این سنگو دوست ندارم. شبیه خودتون کامنت کنید. ای آسمون مثل من پرنده این نداره. نمیدونم بچه این آهنگو کجاست. من دارم یا اول تونو نرو نری پایین. واجبه خدا قسم دست من نیست. زمین چرا داری تغییر میکنه؟ چرا داری همینجا میلرزه؟ باک خورده بود. من نیستم خودتون بگید. به خدا اصلا من عوض نکنم. بچه زمین لرزه رو شما یه دقیقه دیدید؟ ای وای. الان اگر راه بود من یه دقیقه از اینجا در بیارم. از این خراب شده. صدای الکترونی یه آهنگ بزنیم حال کنیم. آهنگ چرا قطع شد؟
حاجی اصلا ماشین کار نمیکنه نمیره. اصلا بازی اینجوری تا حالا نشده بود. زمین چرا خیسه؟ Americans are such Philistines, we haven't understood the cultural significance of mass hatred, xenophobia, and alcohol abuse. While soccer in the U.S. is no longer for house. Yo, FS! Now, everyone, come see the sport that until now America couldn't. حالی من با موتور میرم. ولش کن اصلا چیزو. بچه کمپو ولش کنیم. سریع بریم خونه. بگیریم بخوابیم. شاید خوب شد. سوار موتور نمیشه. صدای موتور نمیده. چرا اینجوری شد؟ یا بفز یا بفز. نه درست کن درست کن درست کن. بچه ماشین خوابی. میگم ماشین موتور اصلا خاموش شد روشن نمیشه. یا وفاس بچه چرا بازی اینجوری شد؟ یا وفاس مستر ندارد. میگم موس چرا داره زمین لرزه میاد؟ واقعا من مریض نیستم بچه موس ها اینجوری کنم. اصلا زمین میلرزه. گوشم من یه تاکسی بچه از همینجا یه تاکسی بگیرم بزنم برم خونه. شاید بازی درست شد. چه اصلا نمیدونم چی شد. مثلا قرار بود برنامه ریخته بودیم بریم کجا کمپ. یکی از همین کوها بریم بالا بخوابیم یه شب. یکی دو شب اونجا بمونیم. سریع یه زنگ بزنم تاکسی. خودم رانندگی نمی کنم چونم در خطره. گوشیم نیست. گوشی بچه گوشیم نیست. های خدا چرا اینجوریش؟ مجبورم ماشین بگیرم. ماشین داداش کامیونه همینجوری وضعمون دیده. داداش ببخشید ماشینت پرایده چه ربطی داشت؟ داداش یکم گورتو بکشون من یه دقیقه از اینجا در بیام دیگه. یالا چه من تو بدن یارو هم. داداش یه دقیقه صبر لده هستم. داداش بفرما یه دقیقه پیاده میشی. چه من تو بدن این رفتم. حاجی نمیدونم چی کار کنم. بچه بذار یه بریم این بالا. گوشی هم ندارم. باشم بازی باگه. داشت شما چرا افتادید دنبال من؟ تو نظر میره یه خودکشی کنیم. خداحافظ زندگی. سلام دوباره. تو چرا من میزنی؟ خوشگل پسر. داره میاد تو دهن من بعد دوخ میزنه. خدا عشقی.
یه آهنگی بذارم.